أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علم نحو، از کتاب Al-Oҷurrumия 10 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 11 را از این کتاب Al-Oҷurrumia به سمع شما برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی تقدیم و پیشنهاد بگردانم. درس امروزه ما و شما درس 11 از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید که باب التوکیدی، باب التوکیدی یعنی باب درباره توکید صحبت می کند. پس توکید یعنی که تقویت کلام، توکید را معنایش قوی گرداندن کلام، قوی گرداندن سخن. مثلا یک انسان میگوید یا توکید به دو قسم تقسیم می شود، مثلا توکید لفظی، توکید لفظی است یکمش، توکید لفظی این قسم یکمی توکید است و دویمش معنوی هست. توکید لفظی و توکید معنوی. توکید لفظی مثلا من میگویم که جاء محمدون کلمه محمد رو 2 بار تکرار میکنم، میگویم آمد محمد. پس این توکید لفظی شد که خود کلمه محمد را یا هر نامی که باشد، جاء زیدون، جاء خالدون، هر نامی را که 2 بار تکرار میکنی پس میشود توکید لفظی که ای لفظ خودش تکرار میکنی. یا یک انسان یک چیز را میگوید تو دیدی، پس در جواب میگویی لا ما رأیتو، یعنی که نه ندیدم. دیدید؟ پس لا 2 بار لا گفتی، پس این لا می شود توکید چی؟ لفظی. یا مثلا در جای این میگوی نعم 2 بار، مثلا نعم رأیتوه میگوی بله دیدمش. پس نعم این 2 تا چی می شود؟ توکید می شود، توکید. پس توکید لفظی. یا مثلا میگویی که جاء، توکید لفظی باز می شود جاء محمدون مثلا، یعنی که آمد محمد. جاء را 2 بار تکرار میکنیم، پس اینها می شود توکید چی؟ توکید لفظی. و دویم توکید گفتیم توکید معنوی است. توکید معنوی مانند چی؟ مانند مثلا من میگویم جاء الامیر نفسه. مثلا باز میگویم رأیت الامیر نفسه. یا باز میگویم مررت بالامیر نفسه. ببینید انا همین کلمه نفس چطوره که شما دیدید 3 بار در 3 حالت، انا همین توکید معنوی هست. توکید چی است؟ توکید معنوی.
پس بیایید اکنون صاحب کتاب رو عباره هایش رو میخونیم که ابن آجروم چی میگوید. میگوید باب توکیدی، باب در مسئله توکید صحبت میکند. التوکید، پس میگه توکید چی است؟ میگه التوکید تابع للمؤکد فی رفعه. توکید میگه تابع است، پیروی میکند در مؤکد در حالت رفعش. ببینید جاء الامیر، جاء فعل ماضی است، الامیر فاعل هست، باید فاعل آخرش رفع بیاید، مرفوع باشد. اسم مفرد کی هست؟ علامت رفعش ضمه هست، علامت رفع اصلی هست. دقت دادید زیرا اینکه این فاعل است. ما شما دیگر میدونیم که فاعل مرفوع می شود. فاعل اسم است که بعد از فعل میآید. جاء فعل است و امیر فاعل است و اسم است و مرفوع هست. خب اکنون ما این را دانستیم که این فاعل و مرفوع بوده است. اما نفس در اینجا چی است؟ چی طور نفسه بگوییم، نفسیهی بگوییم یا نفسه بگوییم، چی بگوییم و چرا؟ اگر یک کس بگوید که نفسه، ما سوال میکنیم چرا. اگر یک کس بگوید که نفسیهی، با سوال است که چرا نفسیهی میگویی. اگر یک کس دیگر باز بگوید که نفسه، با سوال میکنیم چرا نفسو گفتی. پس در این جواب هست که این نفس توکید معنوی است، یا میگیم که توکید برای امیر است. پس نفس تابع هست در اعراب ما قبل شد. امیر مرفوع شد، نفسو باید مرفوع شود، زیرا اینکه از توابیع هست، یعنی توکید از توابیع است. امیر مرفوع است، نفسو همچنین چی می شود؟ مرفوع می شود. از این حساب ما باید نفسه بگوییم، نفسیهی یا نفسه بگوییم غلط است در این عباره اول. ببینید جاء الامیرو، امیر فاعل، نفسه توکید تابع للمرفوع، مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، و نفس مضاف، این هویی که در آخرش میبینید نفسه، این در محل جر مضاف الیه. پس میگیم که هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیه. نفس اولا که توکید است، باز مضاف است، بعد این هو مضاف الیه هست. دقت دادید؟ پس این هست تحلیل عباره اول. دوم عباره صاحب کتاب گفت تابعون، یعنی که توکید این توکید است. تابعون تابع است، پیروی میکند، پیروی میکند، دنبال روی میکند در اعراب. اعراب رو فقط دقت بدید. در اعراب چرا پیروی میکند؟ للمؤکدی، مؤکد را. اینجا امیر مؤکد است، یعنی پیش از توکید مؤکد می آید. هر توکید را دیدید پیش از خودش چی آمده است؟ مؤکد آمده. مثلا جاء محمدون، محمدون، محمد یکمش فاعل است و محمد دویمش توکید است. پس این محمد اول را ما میگیم مؤکد هست. یا لا لا، لای دویم مؤکد، لای دویم توکید است و لای یکم مؤکد هست. جاء جاء، جاء یکم فعل ماضی، جاء دویم مؤکد برای جاء دویم توکید است و جاء یکم مؤکد هست. مؤکد یعنی توکید کرده شده. دقت دادید؟ پس امیرو در اینجا چی بوده است؟ مؤکد بوده است. از این حساب میگه که تابع للمؤکدی، توکید میگه تابع است مؤکد را. در چی؟ فی رفعه گفت، در حالت رفعش. چطوری گفتیم؟ جاء الامیرو نفسه. دقت دادید؟ یعنی که آمد امیر، خودش آمد. با فکر نکنی که خدمتگار امیر آمد، معاون امیر، پادشاه آمد، اینها نه. امیر پادشاه خودش آمد. دقت دادید؟ پس این هست ترجمه و این هست تحلیلش. و نسبهی، همچنین در حالت نسبن توکید مؤکد را، توکید مؤکد را پیروی میکند. توکید مؤکد را پیروی میکند. دقت دادید؟ مثلا میگوی رأیتو الامیر. چرا؟ زیرا اینکه را فعل ماضی، تو فاعل هست، در محل رفع فاعل. رأیتو فعل فاعل هست، بعد از فعل و فاعل مفعول به می آید.
مفعول به منصوب است که در آینده میخونه. مفعول به یعنی چی؟ الامیر مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره لانه اسم مفرد. حالت نصب گفته بودیم که چند علامت دارد و یک تاش اصلی است. پس این فتحه علامت اصلی نصب است. اکنون در اینجا چی بگویم؟ نفسیهی یا نفسهو یا نفسهو. پس امیر مؤکد هست، نصب کی باشد پس توکید ما باید نصب شود. پس میگویم که رأیت الامیر نفسهو. دقت دادید؟ نفسهو یعنی دیدم امیر را خودش را، یعنی پادشاه را خودش دیدم. مثلا یک انسان را میگویی که من پادشاه را دیدم، شاید باورت نکند، شاید بگوید که معاون شدیدی، پسر شدیدی یا یگان یاردمچی شدیدی. اما تو وقتی که توکید میکنی که رأیت الامیر نفسهو یعنی امیر را خودش را دیدم، پس دیگر اون انسان شنونده بگیم سخنت را با توکید میفهمد، خوب میفهمد که تو خودی امیر را دیده. دقت دادید؟ پس رأیت فعل و فاعل، الامیر مفعول به منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره لانه اسم مفرد. نفسه توکید است برای امیر، امیر که منصوب است نفسه هم منصوب می شود و علامت نصب الفتحه الظاهره، نفسه مضاف، هو فی محل جر مضاف الیه. دقت دادید؟ پس این حالت نصبش بود. حالت جرش مررت بالامیری، بی حرف جارکی است، امیر را چکار کرد؟ مجرور کرد. یعنی گذشتم به نزد پادشاه. اکنون این نفس توکید است. مؤکد را ما نگاه میکنیم که مجرور است، پس توکید ما چی می شود؟ مجرور می شود. پس میگه مررت بالامیری نفسیهی. دقت دادید؟ بالامیری نفسیهی یعنی که گذشتم به نزد امیر، خود امیر، یعنی گذشتم به پیش پادشاه را خودش، نه به پیش خانهش، نه به پیش ماشینش، بلکه به پیش خود پادشاه گذشتم. دقت دادید؟ پس مررتو فعل و فاعل، بالامیر بی حرف جاره، امیری اسم مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره نفسیهی. نفسی توکید برای امیر، امیر که مجرور است، نفسی هم همچنین مجرور می شود و نفس مضاف و هی در محل جر مضاف الی. میگیم که نفسیهی هی ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل جر مضاف الی. به خاطر اینکه در حالت چی است؟ در حالت جر هست، یعنی که در حالت مضاف الی هست. پس دیدید؟ پس اینها همه‌شان نفس چطور که در سه حالت دیدیم، آن همینها توکیدای چی هستند؟ معنوی هستند. پس شما میتونید که اینها را مثنا بکنید. مثلا دو پادشاه را دیدید یا دو پادشاه آمد، میگوید که جاء الامیرانی. امیرانی دو پادشاه مرفوع و علامت رفع الالف نیابتا عن الضمه لانه مثنا. در حالت تثنیه ما گفتیم علامت رفع الف می شود. پس میگوید که الامیرانی. اکنون نفس را جمع میکنیم. در حالت مثنا که آمد توکید ما جمع می شود. پس میگیم انفسهما. انفسهما مثلا جاء مثلا الامیرانی، ببینید الامیرانی انفسهما. انفسهما. دقت دادید؟ جاء الامیرانی، جاء فعل ماضی، الامیرانی. امیرانی فاعل است، مرفوع است، علامت رفعش چی است؟ این الف است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثنا است. مرفوع علامت رفع الالف نیابتا عن الضمه لانه اسم مثنا. انفسهما. انفسو پس توکید برای امیران، مرفوع علامت رفعه الضمه الظاهره. دقت دادید؟ پس انفس مضاف، هما در محل جر مضاف الیه. اکنون این در حالت مثنا بود. در حالت مثنا توکید معنوی جمع می شود، مثنا نمی شود، جمع می شود. دقت دادید؟ یا جمع رو بیارید. جاء الامراء، جمع امیر امراء می شود، پادشاهان.
جا الامراء میگوییم یعنی آمدن پادشاهان، انفسهم میگوییم، انفسهم. ببینید انفسهم. اکنون امرا که گفتیم، امرا در حالت چی می شود؟ جا الامراء. ببینید الامراء انفسهم، یعنی که امیرها انفسشان یعنی خودشان آمدند. پس انفس برای توکید است. برای چی؟ الامراء. الامراء پس چی بوده است؟ مؤکد بوده است. دقت دادید؟ پس این بود حالت مثنی و جمع. پس در حالت نصب هم همین طور است. رأیت الامیرین. در مثنی علامت نصبش چی میشد؟ یا بود. الامیرین. ببینید الامیرین انفسهما میگیم، انفسهما. رأیت الامیرین انفسهما در مثنی، یعنی که دیدم دو امیر را، نفسشان را. در حالت جمع میگیم رأیت الامراء انفسهم، یعنی دیدم امیرها را، خودشان را، در حالت جمع. پس توکید معنوی مثنی نمی شود در نفس یا در عین که حالا صاحب کتاب خودش ذکر میکند. مررت بالامیر نفسه، در مثنی میگیم مررت بالامیرین بیان می شود. حالت نصب مثنی، حالت جر مثنی بیان می شد یا تام باشد. پس بالامیرین انفسهما میگیم، انفسهما یعنی نفسی خود دو امیر قطع گذشت، به نزد خود دو امیر، دو پادشاه گذاشتم. یا میگه مررت بالامیری یا بالامراء. امراء ببینید، پس بالامراء انفسهم. پس میگیم انفسهم یعنی گذاشتم به نزد پادشاه خودشان. دقت دادید؟ پس این بود درباره توکید معنوی مفرد و مثنی و جمعشان به این طریق می آید. اکنون صاحب کتاب گفت که و خفضه، در حالت خفض. ببینید امیری مؤکد مجرور است، توکید همچنین مجرور می آید. در حالت نصب و در حالت رفع هم چطوره که جاء الامیر نفسه، رأیت الامیر نفسه. و تعریفی در معرفه بودن شونم، وقتی که الامیر معرفه است به سبب الف لام، پس نفس معرفه شد به سبب ضمیر. ما درس گذشته گفتیم میخوای که نکره را، غیر معین را معین بکنی، پس اضافه میکنی به یکی از معرفه ها. معرفه ها 5 تا بود، به یکی از معرفه ها اضافه میکنی، پس هو ضمیر است، ضمیر خودش معرفه بود. پس نفس به سبب اضافه شدن به ضمیر معرفه گشت. پس هر دین ها چی شدن؟ معرفه گشتن تا با آخر. انا همین طریق است که و تعریف یعنی در معرفه بودن هم پیروی میکنن یک دیگر را. الامیر معرفه است، نفس توکید چی میشود؟ معرفه میشه. میگیم که توکید مؤکد معرفه است، توکید همچنین معرفه میشود. خب و یکون بالفاظ معلومه. اکنون میگه توکید به لفظهای معین هست، لفظهای معین. صاحب کتاب در اینجا درباره توکید لفظی یگان چیز نمیگوید. صاحب کتاب فقط درباره توکید معنوی گپ میزند، اما این توکید لفظی را همچون معلومات فایده براتون ذکر کردیم. اما در این کتاب درباره توکید لفظی یگان گپ نمیگوید صاحب کتاب. هر چیزی که میگوید درباره توکید معنوی میگوید. از این حساب میگوید که و یکون بالفاظ معلومه، میگه توکید به لفظهای معین هست. لفظهای معین مانندی و هی، میگه همون مانند و همون لفظهای معین مانندی النفس. چطور گفتیم نفس؟ نفس توکید شد. یا میگوید العین، در جای همین خود نفس عین رو بیارید بمونید. مثلا بگید که جاء الامیر عینه، رأیت الامیر عینه، مررت بالامیر عینه. دقت دادید؟ خود معنا همون است. نفس و عین یعنی خودش، عینش، خودش. دقت دادید؟ در مصنف میگیم جاء الامیران اعینهما،
یعنی که عینشان، عینهما. و جاء الامراء اعینهما، یعنی خودی امیرها خودشان آمدن. دقت دادید؟ جاء الامیر، جاء الامراء اعینهما. عین جمعش چی می شود؟ اعین. و همین طور چطوره که در نفس گفتیم عینا بالضبط، خود همین در نفس گفتگی گپ است در این کلمه نفس و در کلمه عین. میگوید و کلو و اجمعو. اکنون عباره سیمی که صاحب کتاب میارد میگوید کل. کل همچنین از توکیدات است، لیکن کل و اجمع در چیزهای استفاده برده می شود که اونها جزء شود. به مانند مثلا قوم. قوم یک از دو کس نیست، قوم 1000 کس است و 500 کس قوم میگن، یا 100 نفر قوم میگن. یا مثلا طالب چقدر زیاد است، مثلا 50 کس، 100 کس طالب، 1000 کس شاید طالب باشد، مثلا استودنت، دانشجو. پس در اینها کلمه مثلا در جای جاء القوم، در جای امیر قوم بمونیم، در جای توکید نفس مونده نمی شود. چرا؟ زیرا که نفس برای مفرد، برای یک جزء، برای یک چیز معین استفاده برده میشه. مثلا امیر یک کس است یا یک منصب معین هست، پس نفس استفاده میبریم. لیکن در قوم این طور نیست. قوم در داخلش چطور گفتیم 100 نفر است، شاید 50 نفر است. پس در قوم میگیم که جاء القوم کلهم. در جای نفس توکید کل را استفاده میبریم، یعنی آمد قوم همهشون. رأیت القوم کلهم، دیدم قوم را همهشون را. مررت بالقوم کلهم، گذشتم به نزد قوم همهشون. پس دقت دادید؟ پس جاء القوم فاعل است و کلو توکید برای قوم می شود و کل مضاف، هم در محل جر مضاف الیه. تا با آخر دیگر هم بعد کلهم، کل منصوب برای قوم، رأیت القوم، و هم کلهم، هم در محل جر مضاف الیه. بعدی توکیدها مضاف الیه ذکر می شود. بعد توکیدها مضاف الیه میاد، چطوری که بیانش کردیم. و اجمعو همچنین کلمه دیگر است برای توکید که او را اجمع میگویند. اجمع همچنین به معنای همهشون، کلشون. مثلا میگویم که جاء القوم اجمعون. دقت دادید؟ جاء القوم اجمعون، یعنی آمدن قوم همهشون. پس اجمع همچنین برای چیزهای استفاده برده می شود که جزء بشود، یعنی که مثلا عبارت از چند نفر هستند. یا مثلا جاء الطلاب اجمعون، یعنی آمدن شاگردا همهشون. دقت دادید؟ یا مثلا میگوی که رأیت الطلاب اجمعین، و مثل جمع مذکر سالم که اجمع را میگویند ملحق به جمع مذکر سالم است. پس اعراب در حالت رفع به واو می شود. مثلا جاء القوم یا جاء الطلاب اجمعون. دقت دادید؟ مرفوع علامت رفع الواو نیابة عن الضمه لانه ملحق بجمع مذکر سالم. این طور تحلیل کرده می شود اجمع. و همچنین میگوییم در حالت نصب میگوییم که رأیت الطلاب اجمعین، میگوییم یعنی دیدم طالب را همهشون را، شاگردا را همهشون را. پس اجمعین در حالت نصب است و علامت نصبش چی است؟ یا نیابة عن الفتحه لانه ملحق بجمع مذکر سالم، یعنی که ملحق به جمع مذکر سالم است و مثل جمع مذکر سالم اعراب کرده می شود. یا مثلا میگیم مررت بالطلاب اجمعین. اجمعین مجرور و علامت در حالت جر است و علامت جره الیا نیابة عن الکسرة لانه ملحق بجمع مذکر سالم. به خاطر آنکه این ملحق به جمع چی است؟ به جمع مذکر سالم هست. اکنون میگه و توابیع اجمع، همچنین میگوید که اجمع تابع ها دارد، یعنی که
یاردمچیا و در برش چند کلمه دیگر دارد که به معنای توکید است که اونها اقطع و ابتع و ابصع، این سه کلمه می باشد. پس اقطع، ابتع، ابصع، هر سه اینها به معنای اجمع هستند، یعنی یک جایه، همه‌شان. پس اینها فقط برای توکید می آید. مثلا یک آدم میگوید که جاء القوم اجمعون اقطعون ابصعون و ابتعون. 4 تای توکیدی اجمع را با توابعش استفاده میبره. پس این توکیدش زیاد است، یعنی که آمدن قوم همه‌شان 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 همه‌شان. ببینید چند بار تکرار کردیم همه‌شان رو. برای چی است؟ برای توکید، یعنی که یگان کس نماند، همه‌شان آمدن. یا مثلا مدیر مکتب بپرسد که آیا شاگردها، طلبه ها همه آمدن، چی میگویی؟ جاء الطلاب اجمعون 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 ابتعون ابصعون. ببینید اجمع را با توابعش استفاده میبره، یعنی که آمدن همه‌شان 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 که یگان کس امروز مثلا غیاب نکرده است. پس این هست توابع اجمع، یعنی که پس این اقطع و ابتع و ابصع به شرط توابع می شود که بعد اجمع بیاید. یعنی خشک به تنهایی گفتن نمیتونیم بگیم که جاء القوم مثلا اقطعون، این طور گفتن نمیتونیم. یا جاء القوم ابتعون گفتن نمیتونیم. باید اول کلمه اجمع را بیاریم، بگیم که جاء القوم اجمعون، بعد اکنون از این سه تا هر کدامش بیاریم یا هر سه اش رو یک جای بیاریم حق داریم. پس میتونیم بگیم جاء القوم اجمعون مثلا ابصعون، دو تا میاریم. یا جاء القوم اجمعون پس میگیم اقطعون ابتعون، مثلا سه تا آوردیم، اجمع قطعی دو توابعش. دقت دادید؟ پس این اقطع و ابتع و ابصع این سه تا به تنهایی خودشان توکید شده نمیتوانند. باید در اولشون چی باشد؟ در اولشون اجمع باید باشد. پس حالت اعراب اقطع و ابتع و ابصع به مثل اجمع ملحق به جمع مذکر سالم است. در حالت رفع با واو می شود، در حالت نصب و جر به یا می شود. مثلا میگوی که رأیت الطلاب مثلا اجمعین، مثلا اقطعین ابتعین ابصعین. دقت دادید؟ با یا. پس همه اینها توکید شد برای طلاب و علامت نصبشون یا شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ملحق به جمع مذکر سالم است. یا در حالت جر همچنین مررت بالطلاب اجمعین اقطعین ابتعین ابصعین. دقت دادید؟ اینجا هم علامت جرشون چی شد؟ یا نیابتا عن الکسرتی لانه ملحق به جمع مذکر سالم. پس این هست لفظهای معینه درباره توکید که نفس است و عین است و کل است و اجمع با توابعش که اقطع و ابتع و ابصع می باشند. پس اینها لفظهای معلوم برای توکید است. اکنون مثال میارد، میگه تقولو، تو میگویی که قام زیدون نفسه. ببینید قام زیدون نفسه، یعنی زید خودش خیست، زید خودش خیست. پس قام فعل ماضی مبنی علی الفتح، زیدون فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، نفسه تابع لزید. زیدون مؤکد شد و نفسه توکید شد و مؤکد که مرفوع بود توکید مرفوع میکنیم علامت رفع الضمه الظاهره، نفسه مضاف، هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیه. یا و رأیت القوم کلهم، ببینید دیدم قوم رو همه‌شان رو. پس میگیم که رأیتو، را فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصاله بضمیر رفع المتحرک، التاء ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل. پس رأیتو فعل فاعل شد. القوم مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره. کل اکنون توکید است. توکید چی است؟ توکید معنوی. توکید معنوی کل توکید است و
القوم در اینجا چی است؟ مؤکد است، مؤکد. پس بگیم کله توکید است برای قومه که منصوب است، کله همچنین منصوب می شود و علامت نصب الفتحه الظاهره و کله مضاف هم در محل جر مضاف الیه. و مررت بالقوم اجمعین. پس میگویی که مررت یعنی گذشتم، مره فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصال بضمیر رفع المتحرك، التاء ضمیر متصل مبنی علی الضم في محل رفع فاعل. پس مررت فعل و فاعل، بالقوم بی حرف جاره، القومی اسم مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره و اجمعین توکید برای قوم یعنی مؤکد مجرور کی است، اجمعین همچنین مجرور می شود و علامت جره الیا نیابة عن الکسرة لانه ملحق به جمع مذکر سالم، بخاطر اینکه ملحق به جمع چی است؟ با جمع مذکر سالم است. پس شما در اینجا میتونید بگید که مررت بالقوم اجمعین اقطعین ابتعین ابصعین، یعنی اجمع را با توابعش همش یک جا ذکر کنید. پس اعرابش در حالت جر میگید یا است نیابة عن الکسرة لانه جمع مذکر سالم، در همش همین گپ رو میگویید. پس با همین توکید به آخر رسید، با همین باب توکید به آخر رسید. پس این می باشد معلومات درباره توکید. توکید لفظی که چطور دیدیم صاحب کتاب یگان چیز دربارهش نگفت و توکید معنوی چطور که با تفصیل دربارهش صحبت کردیم. با همین فصل باب توکید به آخر رسید. میگذاریم به باب بعدیش. در بعد چی میگوید؟ میگوید که باب البدلی، باب در موضوع بدل صحبت میکند. پس اینجا را پاک میکنیم به خاطر باب بدل را نوشتن. میبینیم درباره بدل صاحب کتاب چی میگوید. اصلا خود بدل 4 نمود میشود، 4 تقسیم میشود. صاحب کتاب این را برای ما و شما ذکر کردگی هست. مثلا میگوید که باب البدلی، باب در مسئله بدل صحبت میکند. اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه فی جمیع اعرابه. اکنون بیایید یک چند مثال ها برای واضح شدن این باب بدل صحبت بکنیم. اولا گفتیم بدل به 4 قسم تقسیم می شود. یکم بدل الکل من الکل است. ببینید بدل کل من الکل یکم قسم. مانند مثلا من میگویم که جاء مثلا زیدون، ببینید زیدون اخوک، ببینید زیدون اخوک. پس این اخوک بدل است، بدل کل من الکل هست. این یکمش بود. و دویمش مثلا بدل بعض من الکل است، بدل بعض من الکل. مثلا دویم بدل بعض از کل، مانندی اکلتو، مثلا اکلتو مثلا التفاحة اکلت التفاحة مثلا نصفه، ببینید نصفه. پس التفاحة نصفه، نصفه بدل بعض من الکل تفاحه است. حالا بیانش میکنیم، حالا فقط مثال هایش. و سیوم بدل اشتمال است. ببینید سیوم بدل چی است؟ اشتمال است. مانندی نفعنی الاستاذ مثلا علمه، نفعنی الاستاذ علمه. علمه بدل اشتمال است، بدل اشتمال از استاد است. خب آخرینش بدل غلط است. بدل غلط مثلا میگویی که مثلا چهارم میگویی که
رأيت زيدان مثلا زيدان الفرس. دقت، الفرس بدل غلط از زیدان می باشد. اکنون چی طور؟ حالا اینها را یک تا با تفصیل بیان میکنیم. میگه که اذا ابدل اسم من اسم، وقتی که بدل شود اسم از جای اسم. ببینید جا زیدون اخوکا، اخوکا بدل از زیدون است، پس زیدون هم مبدل و منه میگویم نامش، اخوکا را بدل نام دارد. این زیدون مبدل و منه، اخوکا چی است؟ بدل هست. یا مثلا اکلت تفاحه نصفه، تفاحه این مبدل و من هست، نصفه بدل هست، اما بدل چی است؟ بدل بعض من کل هست. و سیوم نفعنی الاستاذ علمه، استاذ مبدل من هست، علمه بدل هست، اما بدل اشتمال هست. و خب بدل غلط رأیت زیدن الفرس، زیدن مبدل من هست، الفرس چی است؟ بدل هست، اما بدل چی است؟ بدل غلط هست. دقت بتید صاحب کتاب چی میگه؟ اذا ابدل اسم من اسم، پس درباره اسم صحبت کردیم. او فعل من فعل، یا یک فعل از جای فعل بدل بیاید. مانندی چی؟ مثالش مانندی من یشکر، دقت بتید، من یشکر ربه. ببینید من یشکر ربه یسجد، یسجد یفوز، یسجد له یفوز. ببینید میگه که من یشکر ربه یسجد له یفوز، یسجد له یفوز. یعنی چی؟ یعنی که هر کسی که شکر میکند پروردگارش را، سجده میکند برای پروردگارش و پیروز میشود اون انسان، همون انسانی شکرگزار پیروز میشود. اکنون دقت بتید درسای گذشته در اینجا تکرار میشود. منی شرطیه هست، منی شرطیه، شرطیه جازمه است که دو فعل جزم میکند، آخرش مجزوم میکند. پس یشکر این فعل شرط است، یکمین چیزی که جزمش کرد مجزوم شد. ربه مفعولون بهی است، یشکر هو برمیگردد به من، یعنی هر شخصی که شکر میکند پروردگار ربه پروردگارش را، یسجد، پس این دویم فعل است که من مجزومش کرد، اما این رو میگیم جواب شرط. این فعل اول فعل شرط است، این فعل دوم جواب شرط است. اکنون من فقط دو فعل جزم میکرد، فعل شرط و جواب شرط. اکنون یفوز این سیوم مجزوم است، این چرا مجزوم شد؟ این من گفتیم دو تا را جزم میکند، این یفوز چرا مجزوم شد؟ پس میگوییم که یفوز بدل از یسجود است. بدل از چی است؟ از یسجود. دقت بده صاحب کتاب گفت که او فعل من فعل، یا بدل کرده می شود فعل را از جای فعلی. پس این یفوز را ما از جای یسجود آوردیم. دقت دادید؟ یعنی که یسجود مبدل من هست، یفوز بدل از این یسجود هست. دقت دادید؟ پس فعل هم همچنین بدل می آمده است، چطوره که در مثال آشکار شد و واضح شد. تبعه فی جمیع اعرابه میگد، یعنی پیروی میکند بدل مبدل منه را در تمام اعرابش. دقت بتید، جا زیدون
اینجا در اخو فاعل این اخو بدل از زیدون است. زیدون مرفوع است، مبدل من مرفوع است. اخو باید چی شود؟ اخو باید مرفوع شود، به خاطر اینکه بدل از زیدون هست. پس علامت رفعش چی است؟ واو است، نیابتا عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. این از اسمهای چی است؟ اسمهای پنجگانه می باشد. پس اخو مضاف که مضاف الیه. اما یک کس بگوید که اینجا از زیدون اخو که بدل چی است؟ بدل 4 نمود داریم. این کدام بدل است؟ میگیم بدلی الکل من کل. بدل چی است؟ بدل کل من کل یا بدل شیء من شیء. صاحب کتاب میگه بدل شیء من شیء یا بدل کل من کل. بدل شیء من شیء یا بدل کل من کل هر یک چیز است. ان همین اخوکه را ما میتونیم بگیم بدل کل من کل یا میتونیم بگیم بدل شیء من شیء. دقت دادید؟ پس این هست یکمین قسمی بدل. یعنی چی؟ یعنی آمد زید برادری تو، پس همین زید همین برادری تو است و برادری تو همین زید است. یعنی هر یک چیز است. بدل کل من کل یعنی هر یک چیز است، فرقیت در بینشان نیست. برادری تو همین زید است و زید همین برادری تو است. یا مثلا میتونیم بگیم که جا از زیدون مثلا زید رفیق تو باشد، میگویم که جا از زیدون صدیقوکا. پس زیدون فاعل، صدیقو چی است؟ بدل است. بدل چی است؟ بدل کل من کل. یعنی همون صدیق تو رفیق تو همین زید است و زید همون رفیق تو است. اگر رفت که زید رفیقت باشه، اما برادرت باشد پس میگیم جا از زیدون اخوکا. پس اینجا در بدل چی شد؟ بدل کل من کل یا بدل شیء من شیء. این یکم قسمی بدل و در اعراب پیرویش کرد. طبعا فی جمیع اعرابی در تمام اعراب پیرویش میکند. زیدون مرفوع شد، اخو همچنین مرفوع شد. چطوری که دیم علامت رفعش واو. اکلتو تفاحتا مفعول به. اکلتو فعل و فاعل، تفاحتا مفعول به. نصف اکنون بدل است. بدل چی است؟ بدل بعض من کل است یا بدل جزءش میگن. بدل بعض من کل یا بدل جزء. پس ببینید تفاحتا منصوب شد، نصف همچنین چی شد؟ منصوب شد. نفعنی الاستاذو، استاذو مرفوع شد. چرا؟ زیرا که نفع فعل ماضی مبنی علی الفتح. ببینید نفع تا اینجا فعل ماضی میگیم مبنی علی الفتح. فعل ماضی همه وقت چی میشود؟ مبنی میشود. و نی این نونه که ببینید این نون نامش نون وقایش میگن. نون چی میگن؟ نون وقایه. نون وقایه حرف لا محل له من الاعراب. و یا الیا میگیم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به مقدم. از فاعل مفعول به پیش آمده است. برای خاطر میگیم که مفعول به مقدم. دقت دادید؟ پس این یا مفعول به از رنگ تفاحتا گفتیم مفعول به است، این یا خودش مفعول به شد. الاستاذو اکنون فعل گفتیم، مفعول به را گفتیم. الاستاذو چی شد؟ فاعل شد. الاستاذو فاعل مرفوع علامت رفعه الضمه الظاهره علمو. پس چی میگیم؟ علمه چی میشود؟ علمه بدل میشود. بدل چی است؟ بدل اشتمال. بدل اشتمال یعنی که استاذه در بر میگیرد خود همین علم. خب آخرین بدل چهارمش در حالت رایت زیدن الفرسه. این بدل چی شد؟ بدل غلط. میبینیم صاحب کتاب چی میگوید؟ و هو اربعه اقسام. ببینید ما در حالت رفع آوردیم، در حالت نصب آوردیم، حالت جر رو نیاوردیم. مثلا میگویی که نفعتو یا استفدتو من الاستاذ علمیه میگوی. در اولش مین میمونیم. مثلا میتونیم در جای نفعنی بگیم که استفدتو من الاستاذ مثلا، یا میتونیم بگیم استفدتو من الاستاذ سیارته، یعنی که فایده بردم از استادم ماشینش، از ماشین استاد فایده بردم که سوار شده یا جا مثلا رفتم آوردم. یا تو میتونم بگم که استفدتو من الاستاذ فرسه، یعنی از اسب استاد فایده بردم که اسب مثلا در کار خواجگی استفاده بردم. پس می شود در حالت جر شد. من الاستاذی که گفتیم علمیه میگیم.
یا فرسیهی میگیم یا سیارتیهی میگیم. زیرا که استاد در حالت جر آمد، همچنین این بدل هم در حالتی چی میشود؟ جر میشود. یعنی که زیرا که این بدل مبدل منه را چطور گفتیم که پیروی میکند. اما در حالت جزم ببینید، یفوز مبدل منه هست، مبدل منه پیروی میکند. یسجد مبدل منه کی است؟ یفوز بدل هست. یسجد حالت جزم است، یفوز هم حالت جزم در قرار گرفت. چرا؟ زیرا که یکدیگر در اعراب، در حرکت آخر پیروی میکنند. پس معلوم شد که در 4 حالت، در حالت رفع، در حالت نصب، استفدت من الاستاذ علمه بگیم اگر در حالت جر، و یسجد له یفوز مبدل منه در حالت جزم پیروی کرد. پس در 4 حالت پیروی میکنه. در حالت در فعل باشد 3 حالت، رفع و نصب و جزم، و در اسم باشد 3 حالت دیگر، رفع و نصب و جر. دقت دادید؟ پس فی جمیع اعرابی معناش همین است که در تمام اعراب‌هاش پیروی میکند بدل مبدل منه را. مبدل منه چه حالت ده بیاد؟ بدل همون حالت ده می آید. و هو 4 اقسام. اکنون میگه که بدل 4 قسم می شود، 4 نمود است. بدل چند تا است؟ 4 تا. چطوری که گفتیم؟ یکم بدل شیء من الشیء، بدل شیء از شیء، یا بدل کل من کل گفتیم. مثلا جاء زیدون اخوک، آمد زید برادر تو. همین زید برادر تو است، برادر تو زید است. کل من کل است، یعنی که یگان فرقیت بینشان نیست. دوم بدل البعض من الکل، بدل بعض از کل. مثلا اکلت التفاحه نصفه، خوردم سیب رو نصفش رو، یعنی که جزء سیب رو خوردم. یا سیب مثلا همش نخوردم، نصفش خوردم، نیمش خوردم. پس این نصفه تفاح را در اعراب پیروی میکند. چرا؟ زیرا که نصفه بدل است و تفاح مبدل منه است. اما این بدل چی است؟ بدل بعض من کل، یا میتونیم بگیم بدل جزء. این بدل جزء است. دویم نمودی بدل. سومش بدل الاشتمالی، بدل اشتمال مانند نفعنی الاستاذ علمه، یعنی که فایده رسانید من را استاد علمش، یعنی برای من فایده رسانید استاد علمش. استاد علمش برای من فایده رسانید که من از علم استاد فایده به دست گرفتم. دیدید؟ پس میگیم استاد مبدل من هست، مرفوع است. علمو همچنین مرفوع می شود، زیرا که این بدل است. بدل چی است؟ بدل اشتمال است. یعنی استاز از خود علم، از خود استاد است. یعنی که علم در استاد درآمدگی است، اشتمال در بر میگیرد استاد را، از استاد جداش کرده نمی شود. پس انهی را بدل چی میگن؟ بدل اشتمالش میگن. و بدل الغلطی، 4م قسم بدل غلط است. من مثلا میگم رأیت زیدن الفرس، دیدم زید رو اسب رو. دیدید؟ دیدم زید رو اسب رو. مثلا من گفتنی هستم که اسب دیدم، اما خطا میکنم میگم رأیت زیدن، بعض در یادم میزنه که نه من زید ندیدم، الفرس، اسب رو دیدم. دیدید؟ پس انا همین طور است. رأیت زیدن الفرس، این بدل چی است؟ بدل غلط هست. بدل غلط هست که من مقصدم زید نبود، مقصد من اسب بود. من باید میگفتم که دیدم اسب رو، اما خطا کردم گفتم زیدن، نام زید رو آوردم، یا که هر نام دیگر رو آوردم. بعد برای اصلاحش دیگر من نگشتم اصلا بگم رأیتو الفرس. عربی دیگر کلمه کم طلب میکند، اختصار دوست میدارد. پس دیگر در جاش درد آوردم فرس را و زید را هم نوشتم، اما گفتم این مبدل من هست، اما در اینجا فرس بدل است. بدلی مبدل من غلط آمدگی است در اینجا، زیرا که من زید رو ندیدم و اسب رو دیدگی هستم. دقت دادید؟ پس این بدلی چی بوده است؟ بدلی غلط. بدلی غلط. یا که مثلا آدم بیاد بگه که رأیت زیدن الاسد، اگر مقصدش این باشد که زید رو ندیده است و شیر رو دیده است، پس میگیم که الاسد بدلی غلط است، بدلی غلط. دقت دادید؟ اما بدل است، اما از قسمی بدلی غلط. اما اگر که مقصد اسد این باشه که زید را دیدم که صفتش اسد است، در این صورت از توابیع نعت می شود، بدل غلط
نمی شود. دقت بتید از این حساب مقصد گوینده چیزی که باشد یا نویسنده پس موافق به گفتنش و موافق به سخنهاش بیان کرده می شود. بدل که بدل غلط می شود یا که نعت می شود، صفت می شود. به هر صورت این بود قسم های بدل، 4 قسم. این 4 قسمی بدل بود. به همین 4 قسمی بدل به آخر رسید. اکنون مثال میارد، میگه که تقولو، مثلا تو میگویی، مثال میگویی که قام زیدون اخوک، خیس زید برادری تو. یا مثلا میگویی قام محمدون اخوک، خیس محمد برادری تو. ببینید مثلا زیدون قام فعل ماضی مبنی علی الفتح، زیدون فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، اخو بدل عن زید مرفوع علامت رفع الواو نیابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. اسماء خمسه گفتیم حالت رفعش با واو می شود. اخو مضاف که مضاف الیه. این در حالت رفع بود. همین در حالت نصب بیارید. مثلا که رأیت زیدن اخاک میگیم. رأیت زیدن اخاک. زیدن مفعول بیهی، اخاک بدل از زیدن منصوب و علامت نصب الالف نیابه عن الفتحه لانه من الاسماء الخمسه. اخاک، اخا مضاف، که در محل جر مضاف الیه. یا در حالت جر بیارین. مثلا بگید که مررت بزیدین اخیک، یعنی گذشتم به زیدی که برادری تو است. برادری تو است. پس اخی بدل از چی است؟ از زیدین است، مجرور و علامت جره الیا نیابه عن الکسره لانه من الاسماء الخمسه. خب هر سه حالت اعراب در قام زیدون اخوک یا در مثال زید و اخو بیان کردیم، حالت رفع و نصب و جر رو. میگه که و اکلت الرغیف ثلثه، خوردم رغیف یعنی نان را، ثلثه از سیگش را. ببینید اکلت الرغیف ثلثه، اکلت فعل و فاعل هست، الرغیف مفعول به است، ثلثه بدل هست. رغیف مبدل من شد، ثلثه بدل شد. رغیف مبدل من حالت نصب است، بدلا در حالت نصب میشه. پس برام خود ثلثه میگیم، ثلثون، ثلثین، ثلثه در حالت نصب و مبدل من منصوب کی است، بدلم نصب میکنیم. پس میگیم ثلثه مضاف، هو در محل جر مضاف الیه. خب این بود مثال بدل بعض من کل یا بدل جزء. ببینید که یعنی که نان را خورده است، همه‌اش را نخورده است، نصفش را خورده است، یا ثلث و سیکش را خورده است. ببینید سیکش را یعنی کامل نخورده است. بعد از این میگوید که نفعنی زیدون علمه، یعنی فایده رساند مرا زید، فایده رساند مرا زید علمش، یعنی علم زید برای من فایده رسانید. پس نفعنی چطور گفتیم؟ نفع فعل ماضی مبنی علی الفتح، نون الوقایه یا فی محل نصب مفعول به مقدم، زیدون فاعل مؤخر، علمو بدل عن زیدین. زیدون چی شد؟ زیدون مبدل منه شد، علمو بدل از جای چی شد؟ زیدون مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، علمو مضاف، هو در محل جر ضمیر در محل جر مضاف الیه. و رأیت زیدن الفرس، ببینید رأیت زیدن الفرس، دیدم زید رو، فرس رو. میگه که اردت ان تقول، میگه تو خواستی که بگویی که الفرس یعنی اسب رو دیدم، زید رو ندیدم. فغلطت، تو خطا کردی، غلط کردی. فابدلت زیدا منه، پس زید رو از جای فرس ذکر کردی. دیدید؟ از این حساب میگه که زید این در اینجا زیدن الفرس بدل چی است؟ بدل غلط است. زیرا اینکه تو مقصد این بود که من دیدم اسب را، با جای اسب نام کی را آوردی؟ نام زید را. خطا کردی، از این حساب بدل شد بدل غلط. فغلطت فابدلت زیدا منه، یعنی از جای فرس زید را ذکر کردی که این شد بدل غلط. پس مقصد تو مبدل منه نیست، مقصد تو بدل هست، زیرا که مبدل منه خطااً در اینجا داخل شد.
چطوری که بیانش کردیم. پس این بود باب بدل. با همین باب بدل همچنین به آخر رسید و اکنون چهار توابع رو به آخر رساندیم. یکم نعت، دوم عطف، سوم توکید، چهارم بدل. با همین توابع به آخر رسید. اکنون تا امروز ما و شما در هر کجایی که تا امروز خواندگیمون اگر هر کسی فهمید، در هر کجایی که اسم رو در حالت رفع دیدید باید شما بشناسید. یا از اون 6 قسم است که مثلا فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر یا اسمی کانه یا خبر اننا، یا این 6 تا هست. یا از توابع است که یا نعت یا عطف یا توکید یا بدل. از این هست. یعنی که دیگر شما باید اسم مرفوع رو باید بشناسید. اگر درس را خوب فهمیده باشید اسم مرفوع رو باید شما بشناسید. با همین باب بدل به آخر رسید. بعد از این باب منصوبات الاسمائی هست. باب منصوبات الاسمائی. باب در مسئله منصوبات اسم ها صحبت میکند که ما و شما مرفوعات رو خواندیم. 7 جا اسم مرفوع میشده است. با تفصیل خواندیم و هر کسی که فهمید، هر کسی نفهمید باز تکرارا بخواند. اکنون میگذاریم در باب منصوبات الاسمائی. باب در مسئله منصوب اسم. اسم در چند جا منصوب در حالت نصب قرار میگیرد. در گذشته ما و شما مرفوعات را چطوری که با تفصیل خواندیم که در 7 جا اسم مرفوع میشد. اکنون میبینیم که اسم در چند جا منصوب میشود. اولا اینجا را آماده کنیم برای نوشتن منصوبات که صاحب کتاب برای ما و شما فقط در این درس در باب منصوبات همچون یک فهرست، همچون یک معلومات مختصر بیان میکند. پس به مثل که در مرفوعات همین طور بیان کرده بود و بعد یک تفصیل داده بود. در این جمع، در این صحیفه، در باب منصوبات الاسما مختصرا منصوبات را ذکر میکنه که چند تا هست خلاص و نامهاشون چی است. اما با تفصیل هر یک تا اون را باب و جداگانه بیان کرده است. میگوید که باب منصوبات الاسمائی، باب در مسئله اسم هایی که منصوب در حالت نصب قرار میگیرد. میگوید که المنصوبات 14. منصوبات میگوید همگی 14 تا است. دقت دادید؟ منصوبات چند تا بوده است؟ 14 تا. مرفوعات 7 تا بود. منصوبات میگه همگی 14 تا است. دقت بدید. و اکنون میگه همون 14 تا المفعول به. یکمش چی است؟ مفعول به است. مانندی یک تا مثالاش می نویسیم. ببینید یکم منصوب مفعول به است. مانندی چی؟ مانندی نصرت زیدن. دقت دادید؟ نصرت زیدن. پس نصرت فعل و فاعل هست، اما زیدن مفعول به است. زیدن چی است؟ مفعول به است. پس مثال ما یکمش که در حالت مفعول به بیاید اسم منصوب می شود. اسم منصوب می شود چطوری که ما دیدیم. یا مثلا میگوی که اگر مثنا باشد، 2 زید باشد، میگوی که نصرت از زیدینی. در حالت مثنا با چی می شود؟ با یا می شود. یا اگر که جمع باشد میگوی که نصرت از زیدین، یعنی نصرت دادم همه زیدها را. دقت دادید؟ پس این 3 حالتش، یعنی که حالتی با نصب با فتح، حالتی نصب با فتحه، حالتی نصبش در مثنا با یا، حالتی نصبش در جمع با چی بود؟ در جمع مذکر سالم با یا بود همچنین. خب یکم و دویم المصدر. دویم مصدر هست. دویم حالت نصب مصدر هست. مصدر مانندی همین نصره را میاریم تا اینکه خوب فهمیده شود. دویم نصرت زیدن. نصرت زیدن نصرن. دقت بدید. یعنی که
کمک کردم زید را کمک کردنیه. نصرتو فعل و فاعل. زیدن همین زیدنه که در بالا گفتیم مفعولون بیهی. اکنون نصرن چی است؟ نصرن اینا میگن مصدر. دقت دادید؟ نصرن مصدر هست. در بارش با تفسیر با در باب خودش گپ میزنیم. حالا فقط مختصرش که زیدن برای چی منصوب شد؟ به خاطر اونه که مصدر هست یا مفعول مطلقش میگن. مصدر هست، از این حساب منصوب شد. این زیدن در اینجا به خاطر چی منصوب شد؟ به خاطر اینکه مفعولون بیهی بود. دقت دادید؟ خب دویمش. سیومش ظرف زمان هست. ظرف زمان همچنین منصوب می شود. مانندی چی؟ مانندی سیوم منصوبات مانندی سمتو مثلا الیوم یا که میتونیم در جاش بگیم یومن. دقت بتید. سمتو الیوم یعنی امروز رو روزه گرفتم. ترجمهش امروز رو روزه گرفتم. یا یومن روزه گرفتم یک روزه. نه معلوم دیروز بود پیش از دیروز بود. یومن یکی از روزها. الیوم امروز رو روزه گرفتم. دقت بتید. سمتو فعل و فاعل. الیوم برای چی منصوب شد؟ به خاطر که میگن ظرف زمان. امروز زمان است، وقت است، از سحر تا بیگه وقت است. پس این ظرف که هست برای همین خاطر چی شد؟ منصوب شد. سه منصوبات چی بود است؟ ظرف. این معرفه بود. نکره باشد یومن. صمتو یومن روزه گرفتم روزه رو، روزه از روزها رو. یومن همچنین برای چی منصوب شد؟ به خاطر اینکه چی است؟ اسم زمان هست. خب این سیوم. چهارم و ظرف المکان. ظرف مکان. مثلا چهارم جایی که اسم منصوب می شود ظرف مکان است. مانند چی؟ مانند من مثلا برات میگم که اجلس مثلا امام الاستاذی مثلا. دقت دادید؟ اجلس امام الاستاذی، بنشین در نزد استاد. اکنون در اینجا صمت الیوم اینها چی بود؟ ظرف زمان. اجلس امام برای چی منصوب شد؟ برای این ظرف مکان است، یعنی نزدی، امامی، پیشی استاد. امامه چی بوده است اکنون؟ ظرف بوده است. از این حساب ظرفی چه؟ ظرف مکان. از این حساب منصوب شد. پس ظرف زمان و ظرف مکان یعنی اسم زمان اسم مکان همه وقت چی می آمده؟ منصوب. همه وقت در حالت نصب می شده. پس اجلیس بنشین تو امام الاستادی در نزد استاد. پس امامه ظرفی چی است؟ ظرف مکان. خب چهارم و پنجمش والحالو. پنجم حالت نصب، اسم در حالت نصب می آید اگر که چی باشد؟ اگر حال باشد. مانندی چی؟ مانندی مثلا پنجم میگویم که جاء زیدون راکبن. جاء زیدون راکبن. جاء زیدون راکبن. دقت دادید؟ یعنی آمد زید در حالت سواره. جاء زیدون، زیدون چی است؟ فاعل است، مرفوع است. اما راکبن چرا منصوب شد؟ به خاطر اینکه راکبن چی است؟ حال است. حال چی می شود؟ حال در حالت نصب می آید. چطوری که شما دیده ایستادید در حالت نصب. یعنی آمد زید، حال آمدنش این بود که راکب بود، یعنی که نشسته، بگیم به یک چیز سواره بود، در حالت سواره بودن آمد. یا مثلا میتونم بگم که جاء زیدون ضاحکا. آمد زید در حالتی که خندیده آمد استفاده، یعنی با خنده آمد. پس ضاحکا حال می شود از کی؟ از زید. پس پنجم جایی که اسم منصوب می شود اون چی بوده است؟ حال بوده است. و ششم تمیز است. تمیز همچنین منصوب می شود. مانند چی؟
مانندی ششم، مانندی مثلا من میگویم که اشتریتو، اشتریتو، ببینید اشتریتو یعنی خریدم من مثلا 50، ببینید 50 کتابن. دقت دادید؟ خریدم من 50 کتاب را، 50 تا کتاب. اکنون اشتریتو فعل و فاعل است، 50 مفعول بهی است و علامت مفعول بهی منصوب و علامت نصب الیا لانه ملحق به جمع مذکر سالم. این ملحق به جمع مذکر سالم است 50. خب کتابن برای چی منصوب شد؟ کتابن برای چی منصوب است؟ به خاطر آنکه کتابن تمیز است. ششم جایی که اسم منصوب می شود گفتیم چی است؟ تمیز است. پس کتابن تمیز می باشد. دقت دادید؟ ششم. و هفتم مستثنا هست. مستثنا مانندی مثلا من میگویم هفتم جایی که اسم منصوب می شود مستثنا است. مانندی چی؟ مانندی جاء القوم، ببینید جاء القوم الا زیدن. ببینید الا زیدن یعنی آمد قوم مگر زید، یعنی که زید از قسم همین قوم است اما زید نیامد. پس جاء فعل ماضی، القوم فاعل جاء مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. الا این ادات استثناء میگویند. این در موضوع مستثنا با تفصیل میخوانیم شه. زیدن برای چی منصوب شد؟ زیدن به خاطر اینکه زیدن مستثنا از قوم است، یعنی قوم همه‌شان آمدن اما زید نیامد. یا اگر مثلا زید طالب باشد، استودنت شاگرد باشد، میگوی جاء الطلاب الا زیدن، یعنی همه شاگرد آمدن اما زید هم که شاگرد بود نیامده است. زید هم شاگرد که بود نیامده است. پس زید قسمی از قوم است، یا زید یا قسمی از کی است؟ از طلاب است. اینا مستثنا میگن. زیدن برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه مستثنا. مستثنا باید منصوب باشد یا حالتایی که دارد در جای خودش به تفصیل بیان کرده می شود. و اسم الله هشتم جایی که اسم منصوب می شود، هشتم جایی که اسم منصوب می شود در حالت اسمی لو بیاید. اسمی چی بیاید؟ اسمی لا. پس لا کلمه است که به مثل اننا عمل دارد. مثلا یک مثال ذکر کنیم که همیشه در یادتون ماند، میگیم لا اله. ببینید لا اله، لا اله، ببینید لا اله الا الله. مثلا اله برای چی منصوب است؟ اله برای چی منصوب است؟ به خاطر آنه که اسم الله هست. لا عمل میکند به مثل اننا. ان زیدن قائمون میگفتیم از منصوبات که اسم را نصب میکرد. پس این لا به مثل انمون اننا عمل میکند. اله اسم الله هست. اله چی است؟ اسم الله است. دقت دادید؟ باز یک مثال دیگر، مثال بین خلقی که مثلا لا ببینید لا احد فی داری، لا احد فی داری یعنی یگان کسی در حولی نیست. لا احد. پس احد برای چی منصوب شد؟ به خاطر اینکه اسم الله هست. اسم الله چی می شود؟ منصوب می شود. پس اله اسم الله هست، احد اسم الله هست. این هشتمین جای است که اسم منصوب می شده است. اسمی لا. خب والمنادو نهمین جایی که اسم منصوب می شود منادو هست. منادو نهمین جایی که اسم منصوب می شود چی است؟ منادو. مانندی
یا عبداللهی یا عبداللهی. ببینید ای عبدالله یا عبداللهی. اینجا در عبده منصوب شد. برای چی؟ یا عبداللهی میگیم برای چی؟ به خاطر اینکه یا عبداللهی منادو است، یا ادات نیداش میگن، در جای خودش با تفصیل میخونیمش. عبداللهی این منادو میشود. عبداللهی چی است؟ منادو است، منصوب است. ببینید نهمین جایی که اسم منصوب میشود. یا مثلا یک انسان میگوید که یا غافلا عن الاخرة تنبه لما امامک. ای شخصی که غافل هستی از روز قیامت، آگاه باش چیزی که در پیشت است، یعنی قیامت. غافل نباش، بیخبر نباش که از پیش قیامت داری. اکنون یا غافلا میگوییم. چرا؟ مثالش رو بنویسیم. یا غافلا. ببینید یا غافلا، یا غافلا عن الاخرة. ای شخصی که غافل هستی از آخرت. ای شخصی که غافل هستی از یا غافلا. پس غافلا به خاطر چی منصوب شد؟ به خاطر آنه که این منادا هست. این را منادای مقصوده میگن که در منادا و تقسیمات منادا را به تفصیل خواهیم خواند. خب اکنون نهمین جا. دهم جایی که اسم منصوب می شود المفعول من اجلهی است. المفعول من اجلهی. ببینید دهمین جایی که اسم منصوب می شود المفعول من اجلهی است. مانند چی؟ مانند ضرب، ضرب الاستاذ، الاستاذ، ضرب الاستاذ التلمیذ. ببینید التلمیذ تأدیبا، تأدیبا. دقت بدید. ضرب فعل ماضی یعنی زد. کی زد؟ الاستاذ. استاذ فاعل است. زد استاذ. کی را زد؟ التلمیذ شاگرد را زد. پس ضربه فعل ماضی، استاذ فاعل برای مرفوع شد، تلمیذ مفعول به برای منصوب شد. تأدیبا برای چی منصوب است؟ با چه سبب؟ میگوید که تأدیبا مفعول لاجلهی است یا من اجلهی. لاجلهی من اجلهی هر دو یک چیز است. مفعول لاجلهی است یعنی استاد زد شاگرد را برای چی زد؟ برای ادب گرفتنش، برای با ادب بشود. دقت دادید؟ تأدیبا این مفعول چی است؟ مفعول لاجلهی است، برای همین خاطر منصوب است. مفعول لاجلهی همچنین منصوب می آمده است. و بعد از این المفعول معه، مفعول معه. مفعول معه همچنین منصوب می شود. مانند چی؟ مانند این 11 جا. 11 جایی که اسم منصوب می شود. مانند چی؟ مانند مثلا میگویی که حافظ تو، حافظ، حافظ تو الدرس. ببینید حافظ تو درس و المصباح. والمصباح. دقت بدید. حفظت یعنی از یاد کردم، حفظ کردم. الدرس مفعول به است، برای همون منصوب شد. حفظ کردم درس را. والمصباح، مصباح برای چی منصوب شد؟ به خاطر که واو معیتش میگن مصباح مفعول معه هست، یعنی حفظ کردم درس را با چراغ، یعنی در نزدم چراغ بود و من درس را حفظ کردم. دقت دادید؟ پس مصباح مفعول لاجلهی است، مفعول معه است، مفعول معه، برای همین خاطر منصوب شد. این 11 تا شد. 12مش خبری کانه و اخواتی ها است. خبری چی است؟ خبری کانه و اخواتی ها. مثلا کانه زیدون، کانه زیدون عالما. مثلا کانه زیدون
عالما. ببینید کان زیدون عالما، مثلا زید عالم بود، کان زیدون عالما. یا در زیر این نوشته کنیم این کانه را دیگر ما و شما با تفصیل در بارهش میدونیم. مثلا این 12 دوازدهم جایی که اسم منصوب می شود مانند چی؟ کان زیدون عالما. ببینید کان زیدون عالما یعنی زید عالم بود. پس عالما برای چی منصوب است؟ به خاطر آنکه چی است؟ کان زیدون عالما. عالما برای چی منصوب است؟ به خاطر آنکه خبری کانه است. خبری کانه چی می شود؟ منصوب می شود. این 12مین جایی که اسم منصوب می شود. واسم انه و اخواتها 13 جایی که این اسم منصوب می شود. ببینید 13 جایی که اسم منصوب می شود اون چی است؟ اسمی انه و خواهرهای انه است. مانند چی؟ مانند انه زیدون عالمون بود، پس میگیم انه زیدن عالمون. انه زیدن عالمون. پس دقت بتید زیدن به خاطر چی منصوب شد؟ به خاطر که اسم انه است. پس 13 جایی که اسم منصوب می شود اون چی است؟ اون اسم در حالت اسم انه قرار بگیرد. چطور که شما میبینید انه زیدن عالمون، هر آینه زید چی است؟ عالم است. کان زیدون عالما، بود زید عالم. دقت دادید کان زیدون عالما انه زیدن عالم. این درباره کانه و انه، کانه و خواهرهایش که همگی 13 تا گفته با تفصیل دربارهش صحبت داشتیم. انه و خواهرهایش که همگی 6 تا هست با تفصیل دربارهش در درس‌های گذشته در حالت اسم‌هایی که مرفوع میشوند در توابیع با تفصیل صحبت داشتیم. پس این انا همون مسئله است که در گذشته صحبت داشتیم، اما این 13 جا شد. و تابع للمنصوب اکنون توابع ده میگذرد. پیش از اون که توابع ده بگذرد بیاید یک بار خلاصه این درس را از نوشتجاتمون بیان بکنیم. نصرت زیدن مفعولون به است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه منصوب است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مفعولون به است. نصرت زیدن نصرن این منصوب است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این مصدر هست یا مفعول مطلقش میگن، مصدر یا مفعول مطلق. صمت الیوم یا یومن به خاطر چی منصوب است؟ به خاطر اینکه ظرف چی است؟ ظرف زمان هست. اجلس امام الاستادی، امامه به خاطر چی منصوب است؟ به خاطر اینکه این ظرف مکان هست، اسمی مکان هست. جاء زیدون راکبن برای چی منصوب است؟ به خاطر آنه که این حال است، حالا بیان میکند. و ششم جا اشترایت 50 کتابن برای چی منصوب است؟ به خاطر آنکه این کتابن تمیز است. جاء القوم الا زیدن به خاطر چی منصوب است؟ به خاطر آنکه مستثنا هست. لا اله یا لا احد فی الداری، اله یا احد برای چی منصوب است؟ به خاطر آنکه این اسمی لو می باشن اینها. یا عبداللهی یا غافلن، یا عبداللهی یا کلمه دوم یا غافلن، اینها برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه این منادو می باشد. اینها چی هستند؟ منادو. ضرب الاستاذ التلميذ تعدیبا برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه مفعول من اجلهی یا مفعول لاجلهی می باشد. خب حفظت الدرس والمصباح برای چی منصوب است؟ به خاطر آنه که این مفعول معهو است. پس در بین اینها یگانه عاملی که یعنی علامت دارد که بین واو می آید این چی است؟ مفعول معه. ببینید دیگه یگان حرفی در بینه ندارد، فقط همین مفعول معه آسان ترین شناختن برای انسان بشناسد این مفعول معهو است
که پیش خودش چی میاد یا واو میاد، این واو رو واو معیتش میگوین. واو چی میگن؟ واو معیت. و 12 کان زیدون عالما. عالما برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه خبری کان است. این زیدن عالمون. زیدن برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه اسم این است. پس این هست خلاصه یا خلاصه 13 جایی که اسم منصوب می شود. اکنون یک جای دیگر موند، گفته بود که 14 المنصوبات 14، یعنی منصوبات 14 تا گفت. پس ما 13 تا را بیان کردیم. بیا 14 را همچنین بیان میکنیم. میبینیم که صاحب کتاب درباره 14 که در توابیع برای ما و شما چی میگه. این توابیع را دیگر ما و شما میدونیم، زیرا که با تفصیل در گذشته درباره توابیع خواندیم. توابیع که یکمش نعت است و دویمش عطف است و سومش توکید است و چهارمش بدل، همونها را ذکر میکنه. میگه که و تابع للمنصوبی، تابع برای منصوب منصوب است، یعنی تابع منصوب می باشد. و هو 4 اشیاء، منصوبات تابع منصوب یا توابع 4 چیز است. یکم نعت است، مانند چی؟ مانندی مثلا نعت مانندی رأیتو، ببینید رأیتو زیدن الفاضله. ببینید رأیتو زیدن الفاضله ای چی است؟ رأیتو فعل و فاعل هست، زیدن مفعول بهی است، الفاضله تابع است زید را. به خاطر چی؟ به خاطر که نعت است. ما گفتیم که از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکند. پس همون را در همین جا ببینید از 10 چیز در 4 چیز پیروی کرد، زیرا که نعتی چی است؟ نعتی حقیقی است، نعتی سببی نیست، نعتی حقیقی. پس زیدن الفاضله یکمین جایی توابع نصب، الفاضله زید را پیروی کرد یکم. و دوم میگه عطف است، مانندی چی؟ مانندی مثلا باز همین کلمه را استفاده میبریم، رأیتو زیدن و بکرن مثلا، و بکرن یعنی دیدم زید را و بکر را. پس این عطف است، دویم جا عطف است. رأیتو زیدن، زیدن برای چی مفعول بهی است؟ برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه مفعول بهی است. و این واو عاطفه بود، لمطلق الجمع گفته در بارش به تفصیل صحبت داشتیم. بکرن، بکرن برای چی منصوب شد؟ به خاطر اینکه عطف به جای زیدن هست. بکرن عطف در جای زیدن که است به واسطه واو، برای همین خاطر اینا منصوب شد. این دویم جای منصوباتی که عطف است، یعنی توابع. سومش توکید است. توکید را که در همین درس ما و شما خواندیم. مثلا میگویی که رأیتو، یک مثال را خودش را ذکر میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در ذهنتون بماند. رأیتو زیدن مثلا نفسهو. ببینید رأیتو زیدن نفسهو یعنی دیدم زید رو، نفسش رو، یعنی خودش رو. زیدن برای چی مفعول منصوب است؟ به خاطر اینکه مفعول به است. نفسهو تابع به زید است. برای چی؟ به خاطر اینکه این توکید است. توکید مؤکد رو گفتیم پیروی میکند. پس نفسه زیدن پیروی کرد و منصوب شد. و آخرین توابع چی است؟ بدل هست. با توابع آخرینش بدل است. در همین درس با تفصیل قسم های بدل رو همچنین بیان کردیم. اما در اینجا یک مثال از همون 4 قسمی بدل یک تاش رو میاریم. مثلا میگویی که رأیتو زیدن اخاک مثلا. اخاک، ببینید اخاک، رأیتو زیدن اخاک، رأیتو فعل و فاعل هست، زیدن مفعول بهی است. ببینید زیدن مفعول بهی، اخا بدل از جای چی است؟ از جای زید است. پس بدل مبدل من را گفتیم پیروی میکند. پس در اینجا پیروی دارد که زیدن مبدل من منصوب است، اخاک همچنین منصوب است، لیکن علامت نصبش الف نیابتا عن فتحتی می باشد، زیرا که من الاسماء الخمستی است، یعنی از اسم های 5 گانه می باشد. دیدید اخا مضاف، که در محل جر مضاف
الیه. پس این بدل چی است؟ بدل الکل من کل یا بدل شیء من شیء. دقت دادید؟ بدل کل من کل یا بدل شیء من شیء. پس دیگر باقی مانده بدلا را بیارید، همینطور در حالت نصب باشند و بدل هم در حالت چی می شود؟ مبدل من در حالت نصب باشد، بدل هم در حالت نصب قرار می گیرد. پس این بود توابع منصوبات که چطوری که درباره توابع ما و شما با تفصیل صحبت داشتیم. پس این خلاصه منصوبات است. چطوری که ما 13 تا خوندیم و میتونیم که بگیم این 14مش است. 14مش چی است؟ توابع. 14مش توابع کی؟ توابع چند تا است؟ 4 تا است. توابع 4 تا است. چطوری که ما و شما گرفتیم. 14م جایی که اسم منصوب می باشد توابع است. در بعض کتابا در متن al-Oҷurrumia میگوید که توابع 15 تا است. هر کسی که اگر کتابی داشته باشد که بگوید توابع 15 تا است، پس 14 تاش دانستیم. 15مش کدام است؟ 15مش ظننتو مفعول های دو مفعولی که ظننتو میگیرد، مفعول یکم و دوم گفته با تفصیل دربارش صحبت داشتیم. همون دو مفعول ظننتو و خواهرهاش 15م جایی است که اسم منصوب می شود اگر کسی که اون کتاب را داشته باشد. اما یا که در کتابش اگر نوشتگی باشد که منصوبات 15 تا است، اما اگر بگوید که منصوبات 14 تا است، اینهایی هست که تا به حال بیانش کردیم. و شاید ابن آجرم ظننتو را در ذکر کرد، در اول گفت از 15 تا است، اما در ذکر کردن فراموش کرده است و ذکرش نکرده است که 15م جایی که اسم منصوب می شود ظننتو و خواهرهایش می باشد و الله اعلم شاید همین باشد. اما 14 تا را چطوری که ما و شما بیان کردیم. با همین درس امروزه ما و شما درس 11 از کتاب al-Oҷurrumia به آخر رسید و در همین جای این درس را به پایان میرسانیم و درس آینده ان شاء الله با تفصیل شروع میکنیم منصوبات رو که مفعولون بیهی چی است و مصدر چی است و همین طور تا به آخر 14 تا را ان شاء الله براتون بیان و تفصیل و شرح خواهیم داد، چطوری که صاحب کتابم بیان کردگی است. و تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سربلند و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.